سلام، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. برای حمایت از من کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، نظراتتون رو حتما اون زیر واسم کامنت کنید و ویدیو رو اگر دوست داشتین لایک کنید، اون زنگوله نوتیفیکیشن هم بزنید تا هر وقت ویدیو جدید میذارم ازش مطلع بشین. آدرس پیج اینستاگرامم این زیر واسهتون مینویسم. خوشحال میشم منو توی اینستاگرامم فالو کنید. تو ادامه ویدیو با من همراه باشید. خب ما تا الان 2 تا ویدیو راجع به محافظ برق واسهتون ساختیم. محافظ پارت الکتریک رو بهتون معرفی کردم، محافظ سارا رو بهتون معرفی کردم، مخصوصا اتفاقا گیمرها هم ساختم اون ویدیوها رو. حالا برای کنسول پلی استیشن خودم یه محافظ هاردرون گرفتم، یه محافظی که از تمام محافظایی که تا الان دیدم شیک‌تر، باحال‌تر، خفن‌تر و با امکانات‌تره و یه سری قابلیت‌ها داره که من اصلا تعجب میکنم که یه برند ایرانی انقدر محافظ با کیفیت و خفنی رو ساخته. اول از همه بهتون بگم که چطور شد که من با این محافظ آشنا شدم. من برای نمایشگاه الکامپ رفته بودم که غرفه هاردرون رو دیدم. با خودم گفتم که البته بگم نمایشگاه الکامپ بیشتر به خاطر غرفه تسکو رفته بودم. دوست داشتم که محصولات تسکو رو ببینم که جدیدن چی اومده. یه سری محصولات خفن آورده بودن، یه هدست آورده بودن که خیلی با کیفیت بود، مثل هدست ریزر بود، انقدر که سبک و خوب بود. یه هدست چیز آورده بودن، یه کیبورد آورده بودن برای کسایی که تو بازی کردن عصبی میشن، یعنی هر چقدر شما مش میکوبیدی به این کیبورد به هیچ عنوان نمیشکست. و یه موس RGB باحال آورده بودن، یه دونه کیبورد مینی آورده بودن شبیه هانسمن مینی ریزر بود. حالا تک تک اون محصولات تسکو رو میخوام. یه دسته هم آورده بودن مثلا حالت دسته ایکس باکس بود، خیلی خوشگل بود و به خاطر بیشتر غرفه تسکو رفته بودم نمایشگاه الکام و ببینم که مثلا نوآوری‌های جدید و اینا چی هستش. که دیدم غرفه هاردرون هم هست، دیدم اونجا دارن راجع به یه محافظ برق جدید صحبت میکنن. هاردرون تا جایی که من میشناختمش بیشتر به تبدیلا میشناختم. مثلا پلی استیشن یه جوریه که نیاز به تبدیل داره که بتونید شما به برق شهری وصلش کنید، یا تبدیلایی که برای شارژرهای موبایلمون استفاده میکنید معمولا همشون هاردرونه. با خودم تعجب کردم، گفتم که محافظ برقم هاردرون ساخته. دیدیم که بله، بهترین محافظ برق رو ساخته. اونجا کیفیت ساختش رو دیدم و همینجوری مات و مبهوت موندم. بعد از اینکه اومدم خونه بلافاصله از سایت دیجیکالا محافظ هاردرون رو سفارش دادم و حالا میخوام امروز توی این ویدیو بهش بپردازم. محافظ برق هاردرون مدل P244 هستش. خیلی باحاله، خیلی جعبه‌شو دوست دارم. اصلا باورم نمیشه یه محصول ایرانی انقدر جعبه باحالی داره. بسته‌بندیش واقعا خیلی خوبه و جالب اینجاست که یه پولوم هم این زیر داره. مثل محصولات خارجی که شما میخری پولوم دارن، این پولوم داره و نمیدونم 16 آمپر نوشته، یعنی ولی فکر میکنم بشه روی 10 آمپر هم سویچش کرد، نمیدونم. ولی مناسب همه چیز هست، هم مایکروویو، هم یخچال، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، چرخ خیاطی، قهوه ساز، نمیدونم PC، لپتاپ، برای همه چی شما میتونید استفادهش کنید. یعنی یه محافظ کاملا همه چی تموم. بریم ما هم جعبه گشایش انجام بدیم. اینجا نوشته open here، از اینجا باز شود. چشم، از اینجا باز میشه. یکی از لذت‌های بهشتی همین جعبه گشایی کردنه. چقدر با کیفیت و با کلاس، اصلا باورم نمیشه. مرسی از هاردرون که اینقدر با کیفیت ساخته این محصول رو. میبینین بچه‌ها قفل کودک داره. یه برتری نسبت به 2 تا محافظ قبلی که من باز کردم اینه که این محافظ قفل کودک داره. البته فکر کنم پارت الکتریک هم قفل کودک داشت ولی سارا نداشت. 16 آمپره و یه سری توضیحات اینجا داده که من این توضیحات رو حتما باید براتون بخونم، به شما هم توضیح بدم. خودم الان میخونمشون و به شما هم توضیح میدم. اون جمع‌بندیشو که وقتی خریدین دیگه نخواین 2 ساعت بشین اینا رو بخونید. خیلی کیفیت بالایی داره بچه‌ها، کیفیت ساختش واقعا بالاست. قفل کودک و اصلا اینم بکنی، نشانگر ولتاژ هم داره و 1 دقیقه تأخیر هم داره و یه توضیح هم اینجا داده که من الان میخونم و اینم میخونم، بعد تو ادامه ویدیو بهتون همه رو توضیح. بچه این محافظ واقعا پیشرفته است. یه سری توضیحات اینجا نوشته که خوندنش فکر کنم یه 10 تا شبانه روز طول بکشه. و یه چیز جالبی هم که هست اینه که اینجا راجب اگه میگه در صورتی که شما میخواید از هم از این استفاده کنی هم از UPS استفاده کنی، بر اساس خروجی سینوسی یا شبه سینوسی یا مربعی اومده توضیح داده که چطوری میتونی ازش استفاده کنی. و اینم در صورتیه که
بخوای همراه UPS از این دستگاه استفاده کنی نیازه که اینو بخونی، ولی تو حالت عادی هم باید بشینی کل اینو بخونی تا ببینی که چجوری باید ازش استفاده کنی. من الان براتون میخونم خودم قبلش و بعد بهتون میگم که چی کار کنید. و جالب اینجاست که دورله هم هست، محافظ هارمونیک دورله هاپرون P244. حالا قبل از اینکه برم اینو بخونم بذارید همینجوری باز کردنش ادامه بدم ببینم که سیمش چطوریه، بسته‌بندیش چطوریه. کابلش 1.8، چقدر کابلش با کیفیت و خفن و ضخیمه، چون 16 آمپره ضخیم‌تره نسبت به اون سارایی که براتون جعبه گشایی کردم، اون پارت الکتریک. چقدر کوالیتیش بالاست، اصلا باورم نمیشه، انگار که اینو از آمریکا خریدم، انقدر که با کیفیته. اصلا باورم نمیشه که یه محصول ایرانی انقدر میتونه خفن ساخته بشه. چقدر با کیفیت عالی میبینید بچه‌ها. و باید بشینم 2 ساعت اون توضیحاتم بخونم. خدا رو شکر که اینو نمیخوام بخونم، این برای کساییه که عزیزایی که UPS دارن باید اینو بخونن. یعنی هم میتونید از UPS و هم از این با هم همزمان استفاده کنید. این خیلی خوبه که همراه با UPS هم بشه استفادهش کرد، چون UPS اگه نمیدونید UPS چیه، UPS بچه‌ها وقتی برق میره، مثلا وقتی دیدین لپتاپ دارین کار میکنید باش یهو برق قطع میشه، اتفاقی برای لپتاپ نمیفته چون لپتاپ باتری داره. UPS هم همینه، مثلا محافظ میمونه ولی یه باتری هم داخلشه که وقتی برق رفت کنسول شما یهو خاموش نشه، یه نیم ساعت 20 دقیقه بعدش خاموش بشه. اونم به دست خودتون، مثلا 20 دقیقه میتونه برقو نگه داره تو باتریش، بعد شما خودتون مثلا 5 دقیقه بعدش خاموشش کنید. برای کسایی که سیستم دارن و کنسول دارن تو ویدیوهای قبلی هم توضیح دادم، اون UPS خیلی مهمه داشته باشه. خدا رو شکر اینو نمیخوام بخونم، کیفیتش درجه 1، ولی خب متاسفانه اینو باید بشینم بخونم تا ببینم که چطوری باید استفادهش کنم. اصلا خیلی بچه‌ها زیاده، نمیدونم باید چه باورم نمیشه چه محصول با کیفیت و درجه 1. خب بچه‌ها من این محافظ رو به برق وصل کردم، اون دفترچه هم کامل خوندم. ببینید بچه‌ها این یه محافظ فوق‌العاده پیشرفته با پارامترها و قابلیت‌های فوق پیشرفته است که بعضی قابلیت‌هاش اصلا فقط مهندسای برق میتونستن بفهمن. به خدا رو خودش هم نوشته اصلا برای استفاده عموم نیست. اصلا شما میتونی تأخیرش رو مثلا هر چقدر خودت دوست داری تنظیم کنی، نمیدونم، اصلا خیلی داستان داره خیلی. و یه جدول اینجا داره که بر اساس اون جدول شما میتونی انتخاب کنی که چه حالتی رو میخوای داشته باشی. اگه مثلا کنسول دارین و میخواین برای مثلا لپتاپ، پلی استیشن، کامپیوتر و اینا استفادهش کنید، ببین اینجا هم نوشته یه حالت پیش‌فرض داره. ببین پی‌تیری به صورت پیش‌فرض فعاله. اگه نخواستید پی‌تیری باشه اون موقع میتونید بیاد از حالت‌های دیگه‌اش استفاده کنید که مناسب برای شرایط مثلا برق شهری بسیار بی‌کیفیت، لوازم آشپزخونه، دستگاه بسیار حساس. و تو حالت عادی هم 10 ثانیه بعد از اتصال برق چیز داره، تأخیر داره. اگرم مثلا خطا بده، رفع خطا مثلا بخواد چیز کنه که 30 ثانیه طول میکشه. ولی در کل خیلی محافظ خفنیه و منم تصمیم گرفتم که اصلا تنظیماتشو دستکاری نکنم، چون واقعا اگه بریزه به هم نمیشه درستش کرد و اونجوری هم که من میخوام تنظیمش کنم عذاب در نمیاد. فقط تنها توضیحی که میتونم بهتون بدم اینه که وقتی اینو خریدین شما میخواید مثل من از برای پلی استیشن و کامپیوترتون استفاده کنید دیگه، خیالتون راحت باشه. رو حالت پیش‌فرض، رو حالت پی‌تیری نیازی نیست کار خاصی انجام بدید. به هیچ عنوان تنظیماتش هم دستکاری نکنید مگر اینکه بخواید برای یه چیز دیگه استفادهش کنید. برای خاموش کردن این محصول شما باید 2 ثانیه دستتون رو اینجا نگه دارید تا عبارت آف نشون داده بشه. وقتی هم بخواید روشنش کنید فقط کافیه که 1 ثانیه دستتون رو اینجا نگه دارید که من الان میخوام اون کابلا رو بهش وصل کنم و بعدش روشن کردنش هم بهتون نشون میدم. تو حالت پیش‌فرضم که رو حالت پی‌تیری قرار داره و لزومی نداره که من بیام الان تنظیماتشو واقعا دستکاری کنم. یه سری حالت‌ها داره اصلا خیلی پیشرفته و خفنه، L1, L2, L3, L4 که شما میتونید اینا رو تنظیم کنید که حالا ما هم ولش میکنیم رو حالت پیش‌فرض باشه. واقعا راضیم از این محافظی که خریدم. توضیحاتی که نوشته خیلی خفنه، اصلا یه چیزایی نوشته که باورم نمیشه یه محصول ایرانی انقدر خوب باشه. بهتون پیشنهاد میکنم حتما اگه کنسول دارید فقط و فقط این محافظه براش بخرید چون خیلی محافظه خوبیه. خب من تک تک این کابلا رو بهش وصل کردم و تنها کاری که باید بکنم اینه که 1 ثانیه اینو نگه دارم. آن شد.
داره بهمون نشون میده 226 ولت و 10 ثانیه هم بیشتر تأخیر نداشت و خیلی شیک و باحال. من واقعا راضیم از اینکه این محصول رو خریدم، چون اونجوری که توضیحاتی که من توی این خوندم واقعا محافظ خفنی. مرسی از اینکه این ویدیو رو تماشا کردیم بچه‌ها. به شما هم پیشنهاد میکنم حتما این محافظ رو بخرید. خب بچه‌ها مرسی از اینکه این ویدیو رو تماشا کردین. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. تا ویدیوهای بعدی میبینمتون. خدا نگهدار.